قاتلای سریالی زیادی در سراسر دنیا هستن که رازهای زیادی رو با خودشون به گور بردن. جنایتکارای بیرحمی که پیش از اینکه پلیس بتونه همه قربانیان اونها رو شناسایی کنه به کام مرگ رفتن و پرونده خودشون رو پر رمز و راستر از قبل رها کردن. سلام، شما شنونده اپیزود 3 پادکست کاراگاه هستید. شنیدن این اپیزود برای کودکان و افراد گروه‌های حساس توصیه نمیشه. مجید سالک محمودی یکی از همین قاتلای سریالیه که گفتیم. کسی که هنوز هم معلوم نیست که اون در جریان سالها جنایت خودش چند نفر رو به قتل رسونده. هرچند اعدادی از 24 گرفته تا 49 نفر به عنوان تعداد قربانیان اون مطرح شده، اما مسئله اینه که مجید رازهای زیادی رو با خودش به گور برده که هرگز فاش نمیشن. مجید سالک محمودی در سال 1332 توی یه خانواده معمولی پرجمعیت توی تبریز متولد میشه. پدرش سرایدار یه دبستان بوده و مجید رو برای درس خوندن به دبستان میفرسته. اما مجید توی کلاس 4 به علت مردود شدنهای زیادش و به خاطر بیعلاقگی به تحصیل مدرسه رو رها میکنه. زمانی که مجید 14 سالش بود پدرشون رو به بازار میفرسته تا کار پرده دوزی رو یاد بگیره. بعد از مدتی که توی این کار حرفه‌ای شد تونست برای خودش یه مغازه تزییناتی هم راه بندازه. توی سال 55 وقتی که داره دوران سربازیش رو سپری میکنه پدرش به علت فشار خون از دنیا میره و از اون به بعد مسئولیت مادر و خواهرانش هم بر عهده اون میفته. مجید بعد از پایان سربازیش دوباره به تبریز برمیگرده و دوباره توی بازار مشغول به کار میشه و همون زمان هم با یک معلم ازدواج میکنه. مجید توی سال 55 یک شرکت تزییناتی تأسیس میکنه و به خاطر مخارج زندگی بعد از کارش با یه تاکسی هم کار میکرد. اون و همسرش به لحاظ مالی داشتن پیشرفت میکردن تا اینکه سال 59 میشه و اون ورشکسته میشه. مجید که چندین فقره چکه به نامحل دست طلبکارا داشت به تهران فرار میکنه و توی کوی گلستان جاده ساوه یه خونه‌ای میسازه. همون زمان هم با تاکسی یکی از دوستاش مشغول به کار میشه. بعد از چند وقت همسر مجید شوهرش رو قانع میکنه که برای جلوگیری از تصاحب اموالشون خونه و دارایی‌هاش رو به اون واگذار کنه و به صورت موقتی اون رو طلاق بده. مادر مجید درباره فرزندش گفته بود که مجید فقط 2 کلاس درس خونده بود. اون رو در بین تمام بچه‌هاش از همه بیشتر دوست داشت. درسته که توی بچگی کمی شیطنت میکرد، اما وقتی که بزرگتر شد بچه آرومتری شده بود و من هم از اون رضایت داشتم. وقتی ازدواج کرد کمتر اون رو میدیدم و نمیدونستم که چطور فکر میکنه و چرا دست به این کارها زده. فقط یادمه که این اواخر زمانی که برای سر زدن به من اومده بود گفت که زنش رو طلاق داده. مجید از این که همسرش اجازه نداده بود دختراش رو ببینه ناراحت بود. به غیر از این چیز دیگه ای از زندگی پسرم نمیدونم. همسر مجید هم درباره زندگی خصوصیش با مجید گفته بود وقتی با مجید ازدواج کردم خیلی به اون علاقه داشتم و تا وقتی دخترمون به دنیا اومد با اون هیچ مشکلی نداشتیم و همدیگر رو خیلی دوست داشتیم. اون خوش اخلاق و خونسرد بود و به ندرت پیش می اومد که عصبانی بشه. به زندگی خیلی اهمیت میداد و همیشه برای خونه بهترین میوه ها رو می‌خرید و برای من هم بهترین لباس ها رو. اون دوست داشت زندگی خوب و مرتبی داشته باشیم، اما خصوصیات منفی هم داشت که همیشه من رو اذیت می‌کرد. مثلا روی بعضی از مسائل خیلی زیاد دروغ میگفت و توی دروغگویی هم انقدر مهارت داشت که آدم باورش میشد. همچنین همسرش درباره طلاقش از مجید میگه که مجید کم کم بدهی زیادی بالا آورد و مغازه تزییناتیش رو از دست داد. از اون بعد ما روی یک ماشین کار میکردیم و وضع ما بدتر از قبل شده بود. توی تمام اون روزها به جای اینکه به فکر تلاش برای بهتر شدن زندگی باشه به کلاهبرداری فکر میکرد تا اینکه بالاخره هم به زندان افتاد. همه اینها باعث شد که بین من و مجید فاصله بیفته و جر و بحث‌های همیشگی زندگی ما رو تلخ‌تر بکنه. بعد هم وقتی که به زندان افتاد به فکر جدایی از اون افتادم. همسر مجید توی پایان حرفاش گفته بود که
مجید آدم خونسردی بود و هیچ وقت توی کارهاش با کسی مشورت نمی‌کرد و دوست نداشت کسی از کارش سر در بیاره. با این حال هر شکستی در زندگی می‌خورد دیگران رو مقصر می‌دونست و به اشتباه خودش فکر نمی‌کرد. یکی از مطلعان پرونده میگه که به دلیل کشیدن چک بدون محل 2 سال به زندان افتاده بود و بعد از آزادی از زندان از خیانت همسرش مطلع میشه. رابطه و خیانتی که یک طرف اون همسرش بود و طرف دیگه پسر خالش. اینکه چرا مجید این 2 نفر رو نکش هیچ وقت مشخص نشد، ولی همین دلیل شد سرآغاز شروع قتل‌های سریالی که تمام زنایی که فکر میکرد و در عمل میدید که به شوهرشون وفادار نیستن رو میتونست به قتل برسونه. لیست مقتولینی که در دست هست خیلی بیشتر از اعترافاتیه که مجید کرده بود. سال 59 اولین قتل که فجیع ترین قتل مجید هم به حساب میاد مربوط به یک زن 36 ساله به نام اختر و 2 فرزند 11 و 9 سالش به نامهای محمد و فرهناز بود. سال 59 بعد از پیدا شدن جسد چند زن در اطراف شهر تبریز، پلیس با معمای پیچیده‌ای روبرو میشه. همین اتفاق بعد از مدتی توی شهرهای سراب، قزوین و تهران هم رخ میده. کاراگاه‌ها تحقیقات خودشون رو برای پیدا کردن عاملای این قتل‌ها شروع میکنن، ولی به خاطر اینکه موقعیت مکانی این قتل‌ها از هم خیلی زیاد بوده، احتمال اینکه قتل‌ها کار یک نفر باشه بعید به نظر میرسید. از اوایل بهمن ماه سال 64 وقتی آمار قتل زنای جوان که همه اونها با یک روش خاص کشته شده بودند و اجسادشون اطراف کرج و جاده‌های تهران رها شده بود، افزایش پیدا میکنه، رعب و وحشت زیادی بین مردم به خصوص زن‌ها ایجاد میشه. به همین دلیل به شعبه ویژه قتل اداره آگاهی تهران مأموریت داده میشه تا به بررسی این قتل‌ها بپردازن و در اسرع وقت اقدام به شناسایی و دستگیری قاتل بکنن. محققی بازپرس جنایی وقت تهران ارتباطی بین قتل 4 زن در تهران پیدا میکنه و فرضیه سریالی بودن اون رو مطرح میکنه. ستوان دوم شفیقی بعد از مدت‌ها با درجه سرهنگی به ریاست دایره ویژه مبارزه با قتل پلیس آگاهی تهران رسیده بود، مأمور تحقیق این پرونده شده بود. اون با قالبگیری رد لاستیک خودرویی که جسد یک زن رو در تاکستان‌ها رها کرده بود متوجه شد که اتومبیل قاتل یک سواری بزرگتر از پیکانه. پلیس هنوز در حال تحقیق برای پیدا کردن ردی از قاتل بود که جسد زن دیگه‌ای اطراف پونک پیدا میشه. توی تحقیقاتی که از خواهر مقتول انجام میشه معلوم شد که مقتول ساعت 4 عصر از خونه خواهرش در خیابان آذربایجان خارج میشه تا به خونه خودش توی فلکه دوم آریا شهر بره. خواهر مقتول در جریان بازجویی‌ها گفته بود ساعت 4 عصر یک شورلت رویال سبز یا سرمه‌ای خواهرم رو سوار کرد که شماره پلاک اون متعلق به ارومیه بود و به این احتمال که خواهرم توسط راننده همون خودرو به قتل رسیده. همه مشخصاتی که خواهر مقتول از خودروی شورلت به خاطر داشت رو در اختیار پلیس قرار میده و بررسی‌ها برای شناسایی این خودرو شروع میشه. 2 روز بعد مامورای پلیس در جریان پیدا شدن جسد دیگه‌ای قرار گرفتن که اون هم متعلق به یک زن دیگه‌ای بود. این زن هم خفه شده بود و آثار طناب روی گردنش به چشم می‌خورد. بررسی‌ها نشون میده که مقتول یک روز جمعه از مهرشهر کرج به مقصد بیمارستان پاسارگاد از خونه خارج میشه تا به عیادت دختر خالش بره. اون ساعت 4 عصر برای بازگشت به کرج از بیمارستان خارج میشه، اما روز بعد جسدش در تاکستان قزوین پیدا شده بود. چند روز بعد هم یک جسد دیگه توی کرج پیدا میشه. این جسد متعلق به زنی بود که خونش در سعادت آباد بود، اما محل کارش توی میدان امام حسین. مقتول ساعت 6 عصر بعد از اینکه کار خودش توی فروشگاه تموم میشه به بیرون میاد تا به خونه بره، ولی از اون روز تا روز بعد که جسدش توی جاده کرج پیدا میشه کسی از اون خبر نداشته.
توی 3 قتل آخر مسیر یکی از مقتول‌ها که از خیابان‌های آذربایجان، بهبودی و ستارخان میگذشت تا به میدان آزادی برسه. همینطور دومین مقتول هم برای رفتن به کرج از بیمارستان پاسارگاد میبایست از مسیر پیچ شمیران، میدان انقلاب و میدان آزادی عبور میکرد. نفر سوم هم برای اینکه از میدان امام حسین به سعادت آباد بره باید اول به میدان انقلاب و بعد به سعادت آباد میرفت. با این اطلاعات مشخص شد که قاتل قربانیای خودش رو توی مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی شناسایی میکرد. با همه اطلاعات جمع شده و اعترافات خواهر یکی از مقتول‌ها، مامورهای گشتنیشون رو توی منطقه ها بین میدون امام حسین تا آزادی شروع میکنن. اونها یک روز صبح خودروی مجید رو پایین تر از میدان بهارستان مشاهده میکنن. از اونجا که شیشه های عقب خودرو شکسته بود، مامورها این خودرو رو متوقف میکنن. بعد از جستجوهای داخل ماشین، مقداری طناب، طلا، لباسهای زنانه و سایر چیزهای مرتبط پیدا میشه. بعد از اینکه مجید رو دستگیر میکنن و توی بازجویی‌های اولیه خیلی راحت اتهام قتل رو میپذیره و در مرحله اول بازجویی به قتل 4 زن توی تهران اعتراف میکنه. متهم توی اعترافات بعدی به قتل‌های دیگه‌ای هم اعتراف میکنه و جریان اولین قتلی که مرتکب شده بود رو همونطور که شرح داده بودیم تعریف میکنه. مجید توی بازجویی‌هاش درباره اون قتل گفته بود این زن شوهر نداشت و توی تبریز زندگی میکرد. 2 بچه هم داشت. من اون رو از سال 57 میشناختم. با اون به صورت شراکتی یک تاکسی خریده بودم. اون 100,000 تومان به من پول داده بود و قرار بود من با کار کردن روی ماشین ماهی 12,000 تومان به اون پول بدم. یک خانه هم خریده بودم ولی خونم به نام اون بود و خودش قسط بانک رو میداد ولی من معامله رو جور کرده بودم. مجید توی اعترافاتش گفته بود خیلی پیش اومده بود که زن و بچه من برای دیدن اقوام به شهرستان سراب میرفتن. در همون زمان زن جوانی به مغازه تزییناتی من میومد. بعضی وقتا هم میشد که اون زن به خونه من میومد. یک شب بین من و اون یه سری اختلافات پیش اومد و اون مقداری سیانور تهیه کرد و به من داد تا با اون زن و بچه‌م رو به قتل برسونم. اما من تصمیم گرفتم که خودش رو سربه‌نیز کنم. اینطور شد که من سم رو توی لیوان شربت زن و بچه‌هاش حل کردم و به اونها خوروندم. وقتی هر سه‌شون مردن، اجساد اونها رو توی گودالی توی حیاط دفن کردم و روی اون رو با خاک پوشوندم. وقتی برای بازسازی صحنه قتل متهم به همراه افسر پرونده سر صحنه قتل رفت و محل اجساد رو به اونها نشون داد، باغچه رو کندن و جز مشتی استخون از مادر و 2 فرزندش نمونده بود. در این زمان بود که مامورها برای اولین بار گریه مجید رو دیدن. مجید بالا سر مقتول‌ها ایستاده بود و گریه می‌کرد. یکی از اقدامات عجیب قاتل سریالی این بود که با تمام بیرحمی و قساوتی که توی کشتن تومه‌ها داشت، یک بار دلسوزی غیرعادی در حق یه بچه کرده بود. اون توی اعترافات خودش درباره یکی از قاتل‌هاش گفته که روزی زنی رو سوار ماشینم کردم که بچه شیرخواره‌ای داشت. روز اول اون رو سوار یک رنو دیدم. وقتی پیاده شد سوارش کردم. گفت که میخواد به خیابون نیروی هوایی بره. وقتی به اونجا رسیدیم گفت که اینجا کار ندارم، برو تهران پارس. اونجا هم گفت که با صاحب خونش دعواش شده و به حالت قهر خونه رو ترک کرده. به همین خاطر ماشین رو در بس کرایه کرد و از من خواست دوباره برگردم به کرج. متهم ادامه میده که در بین راه یک دفعه گریه کرد و گفت که طلاق گرفته ولی شوهرش پولی به اون نداده. برای همین به صاحبخونه بدهکاره و از من خواست که 500 تومان بهش قرض بدم و بعد گفت که 3 روز بعد اون پول رو پس میده. من بدون اینکه از اون کرایه بگیرم 500 تومان به اون دادم و گفتم که میخوام به تبریز برم چون که اونجا کار دارم. اگر باز هم منو دیدی پول رو پس بده وگرنه نمیخوام. اما اون برای 3 روز بعد با من قرار گذاشت که پول رو پس بده. روز قرار با بچهش اومده بود و سوار ماشینم شد. گفتم که پول رو به صاحبخونه‌ات دادی؟ گفت آره. اما میدونستم که داره دروغ میگه. دوباره پول خواست و گفت منو به خونه مادرم ببر. کوچه‌ای رو نشونم داد و پیاده شد. از دور تعقیبش کردم. سر خیابون سوار ماشین دیگه شد. چند روز اونو زیر نظر گرفتم که سوار ماشین‌های مختلف میشد و از راننده‌ها پول میگرفت. یک شب ساعت 10 بود که من اونو دیدم و سوارش کردم. جلوی امامزاده رفتیم. ساعت نزدیک 2 شب بود. برق همونجا قطع شده بود. من اون رو کشتم. بعد بچهش رو
جلوی خونه مادرش قرار دادم. مردم که بچه رو شناختن اونو بردن توی خونه. من هم همون موقع بود که فرار کردم. وقتی پلیس از مجید پرسید که هیچ صدمه‌ای به بچه نزدی، اون جواب داد بعد از اینکه مادرش رو به قتل رسوندم با شیشه به بچه شیر دادم و اون رو نزدیک خونه مادر بزرگش رها کردم. همونجا منتظر موندم تا همسایه‌ها اون رو ببینن و با خودشون ببرن. مجید توی آخرین اعترافات خودش به قتل 49 زن اعتراف میکنه. اون ظاهرا از کاراش پشیمون به نظر نمیرسه و حتی گفته بود که اگر دستگیر نمیشدم میخواستم به تبریز برم و چند نفر دیگر رو هم بکشم. مجید انگیزش رو از ارتکاب به قتل‌های سریالی نفرت از زنها بیان میکنه. اون میگفت که همسرم رو خیلی دوست داشتم و همیشه سعی میکردم براش زندگی خوبی بسازم، اما چند سال پیش به خاطر قرض‌هایی که برای تأمین زندگی بالا آورده بودم به زندان افتادم. وقتی از زندان بیرون اومدم همسرم تقاضای طلاق داد و گفت دیگه حاضر نیست با من زندگی کنه. همین باعث شد که از زنها کینه به دل بگیرم. با وجود ادعای متهم، پلیس یکی از مهمترین انگیزه‌های اون رو برای قتل زنها سرقت طلا و اموالشون دونست. کشف اموال مقتول‌ها از خونه‌اش و محل زندگی مجید این فرضیه رو برای پلیس تقویت کرد. افسر پرونده مجید اعتقاد داشت که این متهم حداقل 100 زن رو توی شهرهای مختلف کشور به قتل رسونده. چرا که توی مدتی که این جنایت‌ها انجام شده بود، اجساد زنای زیادی رو پیدا کرده بودیم که با طناب خفه شده بودن و همه این اجساد توی مسیرهای شهرهای پیدا شده بودن که مجید برای رسیدن به تهران از اونجا میگذشت. اما در حالی که تحقیقات برای کشف راز این قتل‌ها ادامه داشت، به یک باره همه چیز متوقف شد. برخی از متخصصای پزشکی قانونی میگن که استدلال و قضاوت مجید، ارتباط اون با محیط خارج و پاسخگوییش به سوالات طبیعی و اینکه مسئول اعمال خودشه و قادر به اداره امور خودش هست، اختلال روانی به معنی جنون توی اون وجود نداره. دچار حالت اختلال‌های شخصیتی پسیکوپاته و برای ارضای امیال و خواسته های خودش هر کاری انجام میده و از انجام هیچ عمل و جنایتی روگردان نیست. بدبختی دیگه برای اون اهمیتی نداره و کوچکترین تأثیری توی روحیه اون نداره و البته این مسئله سلب مسئولیت از متهم نمیکنه. نهایت اون با انجام تحقیقات به بند مجرد زندان قصر منتقل میشه تا در انتظار محاکمه و مجازات به سر ببره. احمد محققی، بازپرس جنایی وقت تهران، توی کتاب خودش به اسم آخرین شکار قاطع درباره مرگ حمید می‌نویسه که ساعت 21:30 8 خرداد سال 65 در حالی که عازم مأموریتی بودم و از خیابان‌های نزدیک دادسرا می‌گذشتم، پیام رسید که فوراً با دادسرا تماس بگیرم. وقتی به دادسرا اومدم، نگهبان گفت که گویا یک نفر از زندانی‌ها توی زندان قصر خودکشی کرده. من فوراً با زندان تماس گرفتم. جانشین رئیس زندان سرگردی بود که خیلی ناراحت گفت که مجید توی بند مجرد بعد از افطار با طنابی که از حاشیه پتوهای سلول درست کرده بود خودش رو خفه کرده. یکی از پاسبان‌های بند مجید گفت آخرین باری که اونو دیدم، یعنی نیم ساعت قبل از خودکشیش، حال روحیش خوب بوده و خیلی هم عادی به نظر می‌رسیده. اما اینطور شد که مجید آخرین شکار و قربانی خودش شده بود و با خودکشی اون رسیدگی به یکی از مهمترین پرونده‌های جنایی ایران متوقف میشه و خاتمه پیدا میکنه. اپیزود سوم همینجا به پایان میرسه. خیلی ممنونم که تا اینجا به ما گوش کردین و خیلی ممنون میشم که ما رو سابسکرایب بکنید و حمایت‌های خودتون رو از ما دریغ نکنید که در اپیزودهای بعدی بتونیم خیلی بهتر در خدمت شما باشیم.